آمریکا و ایران درباره عراق به مذاکره می نشینند. دیک چینی معاون رئیس جمهوری آمریکا می گوید این مذاکرات محدود و تنها در مورد امور امنیتی عراق خواهد بود. آقای چینی بار دیگر تأکید کرده است واشنگتن تا زمانی که ایران به خواست جهانی در مورد برنامه اتمی‌اش گردن نگذارد، آمریکا مذاکرات همه جانبه‌ای با آن کشور نخواهد داشت. مقامات واشنگتن حکومت ایران را متهم می‌کنند که با شورشیان در عراق هم سنی و هم شیعه ارتباط دارند. ژنرال دیوید پترایس فرمانده آمریکایی نیروهای ائتلاف در عراق با ارائه شواهدی گفته است که بسیاری از سربازان آمریکایی جان باخته در عراق با انفجار بمب‌های ایرانی کشته شدند. واشنگتن امید دارد این مذاکرات زمینه‌ساز آن شود که حکومت ایران نقشی مسئولانه در برقراری امنیت در عراق بر عهده بگیرد. در این میان پس از گذشت بیش از 2 دهه از گروگانگیری دیپلمات‌های آمریکایی در تهران، گروهی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با امضای نامه‌ای خواستار آغاز مناسبات دوستانه با میان مجلس شورای اسلامی و کنگره آمریکا شدند. این در حالی است که واشنگتن حکومت ایران را از حامیان تروریسم در سطح جهانی می‌داند. به بررسی آخرین رویدادها و روابط بحرانی ایران و آمریکا می‌پردازیم در گفتگو با دکتر جف گدمین، رئیس رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی که در استودیو با ما هستند، و آقای داریوش همایون، نویسنده و روزنامه‌نگار سرشناس ایرانی که در استودیوی صدای آمریکا در لس آنجلس با ما خواهند بود. ابتدا درود میگیم به و خوش آمد به آقای دکتر گدمین. Very welcome to our show. خوشحالم در اینجا هستم. Mr. Gedmin, let's start, from the roots of the crisis between America and Iran. What are the rules? That's a short but complex question, and I think این یک سوال بسیار بغرنجه. The root goes back to 1979. ریشه این امر به 1979 برمیگرده. وقتی راجع به بحران جاری بین ایران و آمریکا صحبت می‌کنیم، من معتقدم و نسبتاً مطمئنم که بیشتر آمریکاییان و همینطور سیاستمداران، چه جمهوری خواه چه دموکرات، معتقدند که این باید خیلی طبیعی باشه که دو کشور بزرگ مثل آمریکا و ایران همکاری با هم داشته باشن و دوستی و مودت. و فکر میکنم اشکال برای آمریکا، چه دموکرات باشن آمریکایان چه جمهوری خواه، شخصیت رژیم در ایران در حال حاضر. بسیاری از آمریکایان از جمله خود من فکر نمی کنیم که این رژیم فعلی در ایران منصفانه واقعا نماینده اراده و آمال ایرانیان باشه. اینکه در داخل ایران آزادی‌های مدنی و حقوق سیاسی وجود داشته باشه که خبری از این نیست، و دوم اینکه ایران به عنوان یک کشوری که همکاری میکنه با سازمان ملل و سازمان بین‌المللی انرژی اتمی شناخته بشه. آمال آزادی خواهانه و دموکرات طلبانه مردم ایران الان مطرح نیست از نظر این رژیم، مگر که این رژیم بعدها طور دیگری فکر کنه، رفتار خودش عوض بکنه، در رابطه با ملت خودش اندیشه دیگری رو پیشه بکنه. این یک روند طولانی خواهد بود. پرسش من قطعا متوجه شدید، ولی باید اول برای شما توضیح میدادم که به ریشه های اختلاف میان آمریکا و ایران بود. پرسش بعدی من درباره مذاکرات عراق هست که چرا آمریکا با ایران علت چی هست که در مورد عراق به مذاکره میشینن. But how about Iraq? This negotiation which we know, maybe next week between Iran and Iraq about between Iran and the States about Iraq. As Mr. Cheney said, will be concentrated just on the Iraqi affairs, Iraqi issues, or?
من نمیدارم، برای که من در دفتر معاون ریاست جمهوری که نمیشونم، ولی فکر میکنم که نگرانی عمده آمریکایان این است که همکاری ایران رو جلب بکنه در رابطه با عراق. این باعث تأسف است، این مسئله که مردمی که آزادی پرست هستند باید همه واقعا یک هدف مشترک رو در رابطه با عراق داشته باشند: داشتن یک دولت ثابت در عراق، احترام به حقوق بشر و آزادی‌های مدنی در داخل عراق و پایان ارهاب و تروریسم در داخل خاک عراق. و ما امیدواریم که حتی اگر آمریکا هم به مذاکره در این رابطه نپردازه، ما امیدواریم که واقعا دولت ایران هم همین اهداف رو بخواد، که اونها هم این آمال رو و این آرزوها رو داشته باشن در رابطه با عراق. ولی به نظر میاد که آمریکا باید واقعا ایران رو متقاعد بکنه در این رابطه و این یک موضوع بسیار مهم و خطیره. در این زمینه پرسشی خواهیم داشت از دکتر جف گدمین، رئیس رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، که آیا همونطور که برای ما ایمیل های زیادی فرستاده که اگر ایران، حکومت ایران شرایط آمریکا رو بپذیره در مورد توقف غنیسازی اورانیوم، تکلیف حقوق بشر در ایران چه خواهد شد؟ Mr. Gedmin, we received a lot of emails. They were worried, the Iranian people. They were asking, Voice of America, if America accept to start to negotiate with Iranian government about an Iranian government accept, to stop uranium enrichment. What will happen about human rights? Washington will forget about what's going on about human rights inside Iran? من فکر میکنم که اگر بینندگان و شنوندگان شما نگران این مسئله هستند، این واقعا یک نگرانی موجه آمریکا نیست مانند کشورهای دیگر. در آمریکا هم فشارهای گوناگونی وجود داره و الان برای آمریکا بسیار مهمه و برای جامعه بین‌المللی و برای سازمان ملل و اتحادیه اروپا که این آقایانی که حاکم بر این کشور هستند به تسلیحات اتمی دست پیدا نکنند. مسئله اصلی در اینجا همینه، یک اولویت مهمه. باید هر روز با این حال به دولت آمریکا یادآوری بکنیم که اشتباه بزرگی خواهد بود که تمرکز حواس تنها بر روی این مسئله باشه و مسئله حقوق بشر در ایران مطرح نشه. و اگر قرار باشه یه معامله‌ای با این رژیم اسلامی انجام بشه، به این معنا که شما غنیسازی اورانیوم رو متوقف کنید ولی ما نادیده میانیم وضع حقوق بشر، یه اشتباه بزرگ خواهد بود. Dr. Gedmin, let's go to Los Angeles with Mr. Humayun. Some question. درود به شما آقای همایون در لس آنجلس، آقای داریوش همایون. آقای همایون، در یک اقدام غیر منتظره یا اظهارات تقریبا کم سابقه، آقای جلال طالبانی امروز با دیلی تلگراف، رئیس جمهوری عراق که معمولا خیلی موضع محافظه‌کارانه‌ای درباره حکومت ایران داشت، اعلام کرده که بله ما مطمئن هستیم که حکومت ایران دست داره در کشتن سربازان بریتانیایی و آمریکایی و این نکته همزمان هست با اظهارات ملک عبدالله دوم، پادشاه اردن، در دیدار با دیک چینی که مصرن از ایشون خواسته، پادشاه اردن، از معاون رئیس جمهوری آمریکا که جلوی نفوذ ایران رو در عراق به هر شکل ممکن بگیرید. این همزمانی این اظهارات با در آستانه مذاکرات ایران و آمریکا درباره عراق چه معنی داره؟ مسلماً مسئله اصلی، یعنی مسئله فوری اصلی میان امریکا و جمهوری اسلامی عراق است، بدون اینکه ما اهمیت بحران اتمی رو فراموش بکنیم یا حقوق بشر یا هر چیز دیگر. ولی الان مشکل عمده امریکا در عرصه سیاست بین‌المللی وضعی است که در عراق پیش آمده است و نقش جمهوری اسلامی در این بحران، در این فاجعه به هیچ وجه قابل چشم‌پوشی نیست. جمهوری اسلامی در عراق یک استراتژی دوگانه رو دنبال می‌کند.
یک گرفتار کردن امریکا، هرچه بیشتر امریکا و برداشتن توجه و نیروی امریکا از روی برنامه‌های اتمی خودش. مسلم است که اگه امریکا گرفتاری‌های عراق رو نمی داشت در مسئله اتمی، آزادی عمل بیشتری در برابر جمهوری اسلامی می داشت. و دو، تضمین نفوذ خودش و ادامه تسلطی که میخواهد بر امور عراق داشته باشد. تردید نیست که حمله امریکا به عراق دست و بال جمهوری اسلامی رو بسیار باز کرده است در عراق و اونها میخواهند که این موقعیت همچنان بماند، محفوظ بماند و بیشتر بشود. این که ما میبینیم که از اطراف، حالا نه فقط دیگر امریکایی ها، بلکه از اطراف فشار روی جمهوری اسلامی آمده است، اردن، عربستان سعودی، حالا طالبانی، مربوط است به شناخت این مطلب که یک، جمهوری اسلامی دست بسیار نیرومندی دارد در تحولات عراق و در فاجعه عراق و دو، خطر بسیار بزرگی این بخش جهان عرب رو، بخش سنی جهان عرب رو تهدید می‌کند. جمهوری اسلامی موفق شده است که بار دیگر پس از 500 سال موضوع جنگ شیعه و سنی رو در مرکز تحولات خاورمیانه این منطقه جغرافیایی قرار بدهد. در دوره صفوی یک بار این پیش آمد با بهای بسیار سنگین برای ایران و متاسفانه بار دیگر سیاست‌های جمهوری اسلامی ما رو با این تهدید رو کرده است که یک صف واحد سنی از جمله با شرکت مصر در برابر جمهوری اسلامی که در واقع در برابر ایران خواهد بود و منافع ایران رو به خطر خواهد انداخت تشکیل بشود. بله، آقای همایون میگن روی میز مذاکره در بغداد نمایندگان آمریکا و ایران میشینن. منظره رو چطور میبینید؟ کدوم یکی دست بالا رو داره در این مذاکرات؟ دست بالا نمیشود گفت که هر دو کم و بیش همزور هستند. جمهوری اسلامی نفوذ فوق‌العاده‌ای پیدا کرده است، همونطور که گفته شد، هم به سنی ها کمک میکند، هم به شیعیان کمک میکند و در عراق هم وضع طوری است که آمادن از هر کسی کمک بگیرند و به جان همدیگر و به جان امریکایی ها و بریتانیا ها بیفتند. امریکا هم نباید دست کم گرفت برای اینکه نیروهای زیاد در عراق دارد، در پیرامون ایران دارد. در چه هر دو طرف با دست پر به اصطلاح پشت میز می نشینند. منتها نکته این است که جمهوری اسلامی در عین اینکه میکوشد امریکایی ها رو هر چه بیشتر در عراق درگیر بکند و به دشواری بیاندازد، اگر امیدوارم این آگاهی رو داشته باشد که ادامه وضع عراق به این صورت سبب خواهد شد که ایران هر چه بیشتر درگیر این گلزار به اصطلاح این باطلاق بشود که فعلا عراق نام گرفته است، برای اینکه هر چی اونجا بحران تشدید بشود بر ایران سرریز خواهد کرد. ما مرز بسیار طولانی به عراق داریم، از کردستان تا پایین، هم شیعیان، هم کردها، هم سنی ها، اینها مشکلاتشون به ایران سرریز خواهد کرد. اون است که سود دراز مدت جمهوری اسلامی در این است که در عراق یک ثباتی برقرار بشود، حکومتی تشکیل بشود که از تجزیه عراق جلوگیری بکند. تجزیه عراق برای جمهوری اسلامی خطرناک است و این مسلماً هدف جمهوری اسلامی نیست، ولی این گونه که پیش می‌رود در عراق وضع به اونجا خواهد انجامید. پس یه بازی بسیار ظریفی است. جمهوری اسلامی هم می‌خواهد دست امریکا در عراق ضعیف بشود، هم نمی‌خواهد عراق به کلی از هم بپاشد. اینجاست که امریکایی‌ها فرصت دارند که در این مذاکرات احتمالاً با جمهوری اسلامی به توافق‌های برسند. پرسش من از آقای دکتر کدمین این خواهد بود که آیا مسئله عراق رو ما میتونیم جدا از بقیه مسائل در خاورمیانه مورد بررسی قرار بدیم یا مذاکرات آمریکا با ایران چطور میشه جدا کرد مسئله عراق رو از بقیه
مسائل خاورمیانه، از جمله مسئله بحران فلسطینی ها و اسرائیل. Dr. Goodman, can we separate, Iraq issue and Iraq problem from the other problems in the Middle East and sit with Iranian government and start a negotiation and be convenient? Okay, Iran agreed, stop, to stop supporting terrorism in Iraq and everything, without changing its policy towards, Palestinian-Israeli issue and some other problems in the Middle East, like Lebanon. Well, there are a host of مسائل گوناگونی وجود داره که آمریکا تصور میکنم علاقه‌مند در رابطه با اونها با رژیم ایران به مذاکره بپردازه و از دیدگاه من خودم مخالف دیالوگ یا گفتگو با هیچ کس نیستم، از جمله با همین رژیم اسلامی ایران. ولی واقعا درباره صحبت کردن صحبت میکنیم، درباره مذاکره صحبت میکنیم و وقتی آدم میشینه با کسی با طرف دیگر مذاکره میکنه، اون شخصیت و کاراکتر و آیا اینکه به اون طرف صحبت یا طرف مذاکره میشه اعتماد کرد یا نه مطرحه. به نظر نمیاد که این رژیم با حسن نیت رفتار بکنه و به سر میز مذاکره بیاد. آمریکا از جمله میتونه نگاه بکنه به این سازمان بین‌المللی انرژی اتمی واقعا نگونبخت که سالهاست داره با این رژیم کار میکنه و مرتب به اشکال و دشواری برمیخوره با این رژیم. چرا که این رژیم با حسن نیت کار نمیکنه، رژیم ایران؟ نکته دوم، گوش دادن به صحبت‌هایی که مطرح میشه از طرف رژیم و اینکه بالاخره آدم بگه که خیلی خوب، اگه اینا نکاتی رو میگن باید توجه کرد و قبول کرد. who can help bring peace between those two parties. Genuinely, firmly, my deep conviction. But if you look at the behavior اگر نگاه بکنید به رفتار این رژیم و به صحبت‌هایی که آشکارا در محافل عمومی از طرف این رژیم مطرح شده، واقعا به طور عاقلانه نمیشه به این نتیجه رسید که واقعا احمدی نژاد و همقطارانش میخوان به صلح دست یابن و اتفاقا حرفاشون درست برعکس اونه. یعنی در واقع اونا تمام مدت در حال نفی و تکذیب هستن، در حال بدور کردن روند صلح. من خودم دوست دارم صحبت بشه، دیالوگ بشه، مذاکره بشه، ولی که به قابلیت اعتماد این رژیم نگاه بکنید، واقعا نمیشه به هیچ پایه‌ای واقعا دست یافت در اون که بشه در واقع پیشرفت رو متکی بر اون دونست. پرسش من این هست که آیا پس جمهوری اسلامی در صدد خریدن وقت هست؟ As many people say, in this case, Iranian government is going to buy time for its agenda for future, to continue uranium enrichment and so in the negotiation with America. The goal is not, to solve a problem, just to buy time. Some people, they believe that. Well, I happen to believe that. If you look at the من معتقدم که اگر به پیشین و سابقه این امر نگاه کنید، این رژیم در واقع استاد بازی موش و گربه است، استاد تقلب و بعد عقب نشینی و در واقع با شکیبایی کامل دست به این بازی ها میزنه و این واقعا باعث تأسفه، چون من فکر میکنم واقعا این مردم ایران هستن که در این روند به گروگان گرفته شدن. ایالات متحده من معتقدم میتواند به مذاکره‌ای بپردازه که در واقع غنی‌تر باشه، چند جنبه‌ای باشه با مردم ایران، با ملت ایران. و وقتی صحبت میکنید راجع به مذاکرات و دیالوگ، شرایط مربوط به اون، و باز اینو من دارم از طرف خودم میگم، دیدگاه منه، تنها موقعی در واقع همچین حمایتی خواهم کرد از همچین چیزی
متاسفانه با این رژیم این خواهد بود که اگر ما یک استراتژی داشته باشیم، یک استراتژی کامل و تمام عیار که بتونیم بهره‌وری کامل بکنیم از پیوندهامون با شهروندان معمولی ایران، دکتران، وکیلان، آموزگاران، روزنامه‌نگاران ایرانی، اینا رو از ایران خارج بکنیم و در واقع یک پل‌های مودت با اونها بسازیم. البته این خیلی مشکله با توجه به بسته بودن جامعه ایران در جایی که یک حکومت خودکامه سر کاره و پلیس مخفی و لباس شخصی ها همه جا هستند. ما میخوایم ایرانی ها به طور عادلانه، منصفانه و آزادانه بتونن در واقع دولتی رو انتخاب بکنن به طور آزادانه که اون دولت هم مجبور به حساب پس دادن باشه. بله، پرسش من این خواهد بود. پس اگر میخوایم روابط دوستان داشته باشیم، امروز در مجلس اعلام شد که یک گروه دوستی بین مجلس شورای اسلامی و کنگره آمریکا به وجود بیاد. در این زمینه چی؟ Today, as you know, I mean, some members in Iranian parliament, they ask, I mean, to establish a friendship group or within Iranian parliament and American Congress. How about that? Well, I don't know. I would like to see the details of the arrangement. من میخوام جزئیات این توافق را ببینم و مطمئن باشم که هر یک از طرفین در واقع معامله به مثل بکنه، عملکرد متقابل نشون بده. مثلا در بلوک شوروی سابق همیشه تلاش میشه برای دوستی با کشورهای غربی، ولی همیشه این یک طرف است. بعد سیاستمداراشون میان اینجا و دسترسی کامل و غیر محدود داشته باشن به تمام عناصر جامعه آمریکا، ولی وقتی ما مردم ما به اونجا برن، یعنی به بلوک شوروی، با محدودیت‌های مختلف روبرو میشن و انواع و اقسام مقررات دست و پاگیر به طوری که به اونها اجازه نمیده یا مشکل میکنه تماس با مردم عادی رو. بنابراین اگه به صورت واقعا معامله به مثل و عملکرد متقابل باشه، یعنی ما دسترسی کامل داشتیم به تمام ایرانیان، به طوری که هیچ کدام از این ایرانیان واهمه و ترسی نداشته باشن از اینکه بعد از رفتن ما مورد بازجویی قرار بگیرن، تبعیض بشه در مورد اونها در محل کارشون یا جاهای دیگه. من قبول میکنم همچین چیزی رو، ولی من شک دارم که دولت ایران بخواد در واقع منصفانه همکاری بکنه در این مورد. منظور شوروی سابق هست. You mean ex-Soviet Union? There is a similarity between Iranian government, Iranian situation and ex-Soviet Union. Well, broadly speaking, and I say again, I understand these are different countries. من باز متوجه هستم که اینا کشورهای مختلفن، ساختارهای سیاسی گوناگون، زمانهای مختلف، ولی در بلوک شوروی سابق و در شوروی پیشین همیشه صحبت شده راجع به دوستی و مودت، راجع به برنامه‌های مبادله افراد، ولی در واقع انواع اقسام مقررات هست. سرویس‌های مخفی و امنیتی در واقع رخنه می‌کنن به داخل این امور. بنابراین اگه ما بخوایم همچین تبادلی وجود داشته باشه، باید کاملا آزادانه باشه، شفاف باشه و ما دسترسی کامل داشته باشیم به تمام اقشار جامعه ایران. این خیلی کمک خواهد کرد، ولی باید نگاه کنیم به تمام جزئیات، برای اینکه باید منصفانه باشه، باید آزادانه باشه و باید شفافیت کامل داشته باشه. صدای رو که میشنوید، صدای ترجمه همزمان، صدای آشنای همکار گرامی من آقای رامش هست، صدای آشنایی که سالیان سال از صدای آمریکا رادیو، صدای آمریکا شنیدید و همچنان میشنوید. ایشون با ما هستن در طول برنامه. آقای داریوش همایون، صحبت از شوروی سابق شد. بسیاری بر این عقیده هستند که ضدیت جمهوری اسلامی با آمریکا در واقع تحت تأثیر گروه‌ها، سازمان‌ها و احزاب کمونیستی بود که چون سیاستی عملاً به یک رژیم انقلابی مدعی برقراری حکومت اسلامی تحمیل شد، وگرنه از اساس رژیم اسلامی با شوروی با آمریکا اونقدر ضدیت نمیتونست داشته باشه که با شوروی قاعدتاً میبایست داشته باشه. نه اینطور نیست، برای اینکه انقلاب اسلامی نمیتونم بگم اساساً ولی تقریباً یک انقلاب فرهنگی بود. پیام انقلاب، هدف انقلاب فرهنگی بود.
یک گروه بزرگی که بعداً خب چپگرایان و به اصطلاح لیبرال ها بهشون پیوستند، اینها بر ضد نفوذ غرب در جامعه ایرانی، بر ضد نفوذ امریکا در سیاست ها و حکومت های ایران که در اون هنگام به دلیل رویارویی ایران با خطر شوروی اجتناب ناپذیر بود، بر ضد حکومت وقت قیام کردند. همه پیام انقلاب استقلال بود، استقلال سیاسی و فرهنگی، و ریشه های رهبری انقلاب به دوران مشروعه در اوایل قرن 20 برمیگشت و برقراری یک حکومت اسلامی در جامعه و ریشه‌کن کردن آثار فرهنگ غربی که به نظر اونها فرهنگ بی‌بندوباری است. شما نگاه بکنید به ادبیات پیش از انقلاب و سیاست‌های پس از انقلاب، می‌بینید که نقش چپگرایان فراهم کردن تکنولوژی و نرم افزار به اصطلاح سرکوبگری و اداره جامعه به شیوه توتالیتر بود به تقلید از نظام‌های کمونیستی، ولی پیام اسلامی بود، پیام ضد امریکایی و ضد غربی بود و در نتیجه دشمنی جمهوری اسلامی با امریکا دشمنی ریشه‌داری، دشمنی وجودی است، اگزیستانسیله و به این سادگی ها نمی شود اون رو کنار گذاشت و ریشه اختلافات دو کشور ریشه های بسیار عمیق دارد و با یک مذاکره و یک دوره گفتگو چند دوره گفتگو برطرف شده نیست. بعضی معتقد هستند، بعضی از مفسرین، که در اونچه که ازش اراده سیاسی لازم نامیده میشه این در تهران وجود نداره برای حل این معضل و مشکل، برقراری روابط با آمریکا. در زمان خمینی میگن همچین چیزی وجود داشت. خمینی میتونست بگه، آیت الله خمینی، که جنگ باید ادامه پیدا کنه، جنگ باید پایان بپذیره و الان یک همچین اراده‌ای وجود نداره تصمیم گیرنده اصلی. درسته این؟ بله، برای اینکه ساختار قدرت در جمهوری اسلامی یگانه نیست، یک دست نیست. گروه های مختلفی و دستبندی های بسیار نیرومندی در حکومت هستند و هر کدوم اونها دستور کار خودشون رو دارند و به سادگی نمیشه اونها رو متقاعد کرد که از سیاست دوستی و همکاری با غرب، با امریکا پیروی بکنند که نفی 28 سال 30 سال حکومت خودشون و 50 سال فعالیت و سابقه فعالیت سیاسیشون است. مثلا با تمام جهانبینی و طرز تفکرشون اختلاف دارد. جمهوری اسلامی نظامی است که جز در زیر فشار حاضر به تغییر سیاستاش نخواهد بود و تازه اون فشار هم معلوم نیست که مؤثر بیفتد و گروه های مختلف رو و جناح های مختلف رو به اصطلاح به یک همراهی برساند. من تصور نمی کنم که با مذاکرات، با سیاست های آشتی جویانه، با دادن امتیاز هیچ تغییر اساسی بشود در سیاست های جمهوری اسلامی به وجود آورد. تماشاگر تفسیر خبر از صدای آمریکا هستید. در دقایقی مانده به نیمه شب تهران. آقای همایون گفتن که جمهوری اسلامی از طریق مذاکره و چنین راه‌های سیاست‌های خودش رو تغییر نمیده و تنها راه فشارهای بیشتر هست. در همین زمینه نظر آقای دکتر گتمن رو میپرسیم. Mr. Getman, Mr. Humayun said, I mean, there is no Iranian government doesn't change. I mean, its policy through the negotiation and conversation and the ways like that. I mean, and the only way, as he says, is a more pressure on Iranian government for changing its policy. Is it right? Well, I do agree with that. But it's also easier said than done. ولی گفتنش آسان‌تر از انجامشه.
اتحادیه اروپا در واقع هوادار سیاست تشویق هست، ولی تا حالا خیلی کارا نبوده. ایالات متحده در واقع یک سیاست سخت‌تر و تندتر پیشه کرده، ولی فکر نمی‌کنم اونم خیلی تاثیرگذار بوده. بنابراین فکر کنم باید یک آمیزه درستی از این دوتا داشته باشیم. حداکثر فشار هوشمندانه لازم رو بر این رژیم در واقع اعمال بکنیم و باید این فشار بر اونهایی باشه که کنترل این رژیم رو در دست دارن و در واقع صاحب اختیار هستند، صاحب قدرت هستند و در واقع رفتارشون واقعا به کل از هم گسیخته و از کنترل خارجه. ما آمریکاییان باید واقعا به ایران گوش بکنیم، باید به اون ایرانیانی هم که در برون مرزی هستن به اونها هم گوش بدیم و به اونهایی که در داخل هستن، چون شاید بهتر از همه میدونن، و در واقع ترکیبی از تنبیه و تشویق شاید بهترین سیاست باشه. پرسش من این هست که تغییراتی در سیاست‌های اروپا در برابر ایران دیده میشه و یک هماهنگی بیشتر با سیاست آمریکا در اروپا دیده میشه. نظر ایشون رو جویا خواهم شد. But during the last months we saw, some changing in European Union, policy towards Iran. And some other countries in Europe, like Germany, they are trying to be more closer to American policy towards Iran. Is it right or? Well, I think that's true, and I think فکر می‌کنم این درسته. I've heard this in Europe. I've lived in Europe. در اروپا هم شما از زندگی کردم اینو شنیدم. اروپاییان نمی‌خواهند این آقایان نمایندگان این رژیم به بمب دست پیدا کنند و فقط هم به خاطر اسرائیل نیست، به خاطر اینکه به اعتقاد اونها در واقع تعادل جاری در خاورمیانه تغییر خواهد کرد و دولت ایران میتونه به عنوان وسیله ارعاب از اون استفاده بکنه. خود این تسلیحات نیست که مهم هست، فقط مهم اینه که دستهای چه کسی یا چه کسانی کنترل این گونه تسلیحات رو در اختیار داره. اگر ما یک دولت درست و قانونی در ایران داشتیم، بنابراین ما اصلا به گونه دیگر صحبت میکردیم، میتونستیم با ایران همکاری نزدیک بکنیم و لازم نبود که شبا از دست حکومت فعلی ایران بیخوابی بکشیم. این توضیح رو من بدم که آقای دکتر جف گتمن پیش از سمت جدید ریاست رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، به مدت 6 سال یا کمی بیشتر از سال 2001 تا 2007 مدیر مؤسسه تحقیقاتی اسپن بودند که مرکز این مؤسسه تحقیقاتی در آلمان هست. بخشی از زندگی نامه ایشون هست و در زمینه‌های مختلف سیاسی اروپا، خاورمیانه مقالات و تفسیرها و تحقیقات زیادی رو در مطبوعات آمریکایی و اروپایی منتشر کردن. به لس آنجلس میریم و آقای داریوش همایون، سفر آقای چینی رو مشاهد بودیم به خاورمیانه. گفته شده پرزیدنت بوش به این نکته اشاره کردن که این سفر برای به وجود آوردن یک ائتلاف هست از دوستان آمریکا در برابر خطر ایران در منطقه. آیا کشورهای عرب چون این تمایلی رو واقعا دارند و این تمایل تا چند اندازه عملی خواهد شد؟ بله، نشانه‌های روزافزونی هست که حتی در خلیج فارس که نزدیک ایران هستند، وحشت از جمهوری اسلامی و به خصوص برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی بالا گرفته است و ما شاهد اظهارات و اقدامات روزافزونی هستیم که یک جبهه واحد در برابر جمهوری اسلامی تشکیل بشود و تکیه‌ای که معاون رئیس جمهوری امریکا بر نیروی نظامی آن کشور در منطقه کرد و اطمینانی که به کشورهای منطقه داد و در واقع به سرتاسر جهان عرب مخالف جمهوری اسلامی داد، در همین رابطه باید نگاه کرد.
مسئله به نظر من این است از لحاظ یک ایرانی که مخالف رژیم اسلامی است که اگر فرصت زیاد به برنامه اتمی جمهوری اسلامی داده بشود به طوری که به مرحله غیر قابل بازگشت برسند، اون وقت من بسیار نگران احتمال وقوع جنگ هستم، چون با توجه به صحبت‌هایی که همین امروز هم اینجا شد هراس فوق‌العاده‌ای هست، نه تنها در اسرائیل، نه تنها در امریکا، نه تنها در اروپا، بلکه در حوزه جغرافیایی ایران، از اینکه چنین حکومتی دست به بمب اتمی هم پیدا بکند. و من بسیار نگران هستم که یک همراهی به وجود بیاید، حتی در اروپا که بسیار خوب سعی میکند که جمهوری اسلامی رو با تشویق وادار به همکاری بکند، یک همراهی، یک کانسنسوس به قول انگلیس‌ها به وجود بیاید که چاره‌ای جز حمله به ایران نیست. این بسیار برای ما گران تمام خواهد شد. اروپایی‌ها درست است تا کنون با جمهوری اسلامی سعی کردن کنار بیایند، ولی 4 سال وقت از دست دادند و 4 سال به جمهوری اسلامی فرصت دادند که امروز 1300 سانتریفیوژ و فردا به قول خودشون 35000 سانتریفیوژ رو به کار بیاندازند و وقت میرسیم به اون نقطه غیر قابل بازگشت. چه امریکایی‌ها و چه اروپایی‌ها باید نگران این مطلب باشند که کار به جنگ نکشد، کار پیش از جنگ به نتیجه برسد. این از لحاظ منافع ملی ما و موجودیت ملی ما کمال اهمیت رو دارد. ما نمیتوانیم به امید به اصطلاح سیاست تشویق و نشان دادن حسن نیت به جمهوری اسلامی باشیم و فکر بکنیم که تأثیری خواهد بخشید. ما این مردم رو بیشتر میشناسیم، زعامداران جمهوری اسلامی رو، و میدانیم که اینها از هر فرصتی فقط به سود خودشون استفاده میکنن، مگر اینکه حقیقتا متوجه بشن که چاره دیگری ندارن. آیا این که سوریه با آمریکا روی پشت میز مذاکرات نشست، این نشون دهنده این هست که سوریه هم در این مسیر همراه کشورهای دوست آمریکا خواهد شد، یا تمایل داره که سیاست خودشو از ایران جدا کنه در ارتباط با آمریکا یا خیر؟ نه، سوریه سیاست از ایران جدا نخواهد کرد، لااقل در مرحله کنونی. ولی سوریه فرصتی می‌بیند در موقعیت کنونی، در شرایطی که امریکایی‌ها در عراق به وضع یأس‌آوری افتادند و نیاز دارند به همکاری همه کشورهای همسایه سوریه، همسایه عراق، به ویژه سوریه که از اونجا نیروهای کمکی دائما به ستیزگران به اصطلاح میرسند، که دعاوی ارضی خودش رو در مورد اسرائیل، در برابر اسرائیل دنبال بکند با امید موفقیت بیشتر. هدف اصلی سوریه در منطقه بازپس گرفتن ارتفاعات گلان است و هر چه میکند در این رابطه است. البته در لبنان هم اونها بلندپروازی هایی دارند، ولی امر حیاتی برای سوریه بازگرداندن گلان است. حالا سعی دارند که از طریق امریکا بتوانند در اون جبهه پیشرفت‌هایی داشته باشند، ولی تا وقتی حقیقتاً یک بهای مناسب به سوریه دادن شود، اونها هیچ صرفه‌ای در این که روابطشون رو با جمهوری اسلامی قطع بکنن یا تیره بکنن یا فاصله بیاندازن ندارن. بله، پرسش من از آقای دکتر گیتمن هم در همین مسیر خواهد بود، درباره اختلاف سیاست خاورمیانه ایران و آمریکا. آمریکا گروه‌هایی مثل حزب الله لبنان، حماس و جهاد اسلامی فلسطین رو گروه‌های تروریست میدونه، در حالی که حکومت ایران معتقده که این گروه‌ها به مبارزات مشروعی علیه اسرائیل دست میزنن. Mr. Gitman, I mean, about Iranian policy to Middle East and American policy, there are many differences. I mean, Iran considers Hezbollah and Hamas and Islamic Jihad, Palestinian groups. The group, they are fighting for their rights, for their lands, but America considers them as terrorist groups. It's a big difference. Well, there is a big difference, and I feel very confident that
اختلاف بزرگی وجود داره و من فکر میکنم که تاریخ بالاخره این دیدگاه آمریکا رو روش مهر تایید خواهد گذاشت. راجع به ایران که الان حرف میزنید، حتما راجع به رژیم ایران دارید صحبت میکنید. رژیم فعلی در ایران من فکر میکنم دورش به سر خواهد اومد. نمیدونم چگونه به سر خواهد اومد، ولی یک تمدن بزرگ مثل ایران سرنوشتش این نیست که حکومتش آدم‌های بدزاد انجام بدن، یعنی در دست آدم‌های بدزاد باشه که در حال ارعاب هستند. من فکر کنم وقتی به اون موقع برسیم که امیدواریم به زودی باشه، یعنی به سر آمدن دوره این رژیم، امیدواریم یک ایران بدون ملا ببینیم، فراتر از ملاها. ممکنه دولت به هر حال بعدها این به هر حال جزئی از زندگی، اختلافات زیادی وجود داشته باشه با آمریکا و اسرائیل، ولی در یک ایران بدون ملا، در جایی که یک دولت پاسخگو باشه، حمایت مردم ایران رو داشته باشه، شک دارم یعنی اصلا محاله که اون وقت هوادار تروریست باشه. من فکر نمی کنم که بیشتر ایرانیان سوا از آنچه که در رابطه با اسرائیل و آمریکا فکر میکنن، واقعا در ته قلبشون موافق این باشن که بچهای جوان به کمربند خودشون بمب ببندن، وارد یک کافه بشن و خودشون رو بکشن و دیگران رو به کشتن بدن، نوجوانان رو بکشن، یه بانوی حامله رو که بچهش به دنیا نیامده بکشن، یه مادر بزرگ رو که اومده فقط یه چایی بخوره بعد از ظهر، یه راننده اتوبوس رو که یه دقیقه میخواد یه نفسی تازه بکنه. من فکر نمی کنم کسی موافق این کار باشه. انتقاد از آمریکا، انتقاد از اسرائیل، بله، ولی این سیاست قتل و کشتار حساب شده، واقعا فکر نمی کنم این در واقع شایسته کشوری مثل ایران باشه. و وقتی ملاها سرانجام میدان رو خالی بکنن، من فکر می کنیم که اون سرچشمه نفرت و خشونت به زودی خشک خواهد شد در ایران بدون ملاها. بله، یک مورد اختلافی هم که وجود داره به تازگی دخالت‌های حکومت ایران هست در امور داخلی افغانستان که به تازگی خبرهای دربارش منتشر شده. برخی از مسئولان آمریکایی در این زمینه گفتند و ما پرسشی در همین زمینه داریم که باز به یکی از موارد اختلاف ایران و آمریکاست. About Afghanistan, there were some reports about Iranian interfere, in Afghanistan and during last month. Is there any big issue, conflict between Iranian policy and Iranian government policy? And America about Afghanistan, or no? There is. Well, I don't know. I think what the Americans want. ولی فکر کنم چیزی که آمریکاییان میخوان چیزیست که دولت ایران باید بخواد. اگر خواهان ثبات و صلح در افغانستانه، فکر میکنم که گزینه‌ها بسیار مشخص و روشنه. زمانهایی بوده که ایران و ایالات متحده یک منافع مشترک در رابطه با افغانستان داشتن، ولی در حالی که رژیم ایران خیلی وقتا در بازی‌های شطرنج گوناگون با پیامدهای بغرنج شرکت میکنه. به عنوان یک آمریکایی میخوام این رو بگم که با وجود اینکه از حکومت ملاها بر ایران متنفرم و اون تصویری که در رابطه با این ارزش‌های ایران در واقع جلوه میدن یا نشون میدن، فکر نمی کنم که آمریکاییان بخوان بفهمن که این خودکامگان در کجا زندگی میکنن، همسراشون کجا هستن، بچه‌هاشون کجا مدرسه میرن و بعد بخوان اونها رو هدف قرار بدن، بچه‌ها رو بکشن، همسرها رو بکشن، یا در واقع در موقعی که در یک گردشگاه را میرن اونها رو بکشن. ملاها و خانواده هاشون رو میگه. اگر شما تروریست رو نفی بکنید، اون رو در همه جا نفی میکنید. کشتار حساب شده و عمدی شهروندان غیر مسلح یک چیزی که غیر قابل قبوله و ما میخوایم این رو روش تاکید بکنیم. آقای همایون، با ادامه چنین سیاستی یا وجود چنین حکومتی در ایران، آیا
حل بحران میان آمریکا و ایران سرانجام شدنی است؟ خب شرایط ایدئال این است که یک حکومت مسئول و دموکراتیک در ایران روی کار بیاید که مصالح ملی براش اهمیت داشته باشد، نه ملاحظات ایدئولوژی که مربوط به 1400 سال پیش، نه در جهان جنگ‌های صلیبی زندگی نکند، در جهان امروز زندگی بکند. ولی ما فعلا با اون شرایط آرمانی فاصله داریم. در وضع کنونی ناگزیر باید با همین حکومت مسائل حل بشود. امریکا نمیتواند حکومت مورد نظر خودش رو در ایران داشته باشد. امریکا و هر کشور دیگری در دنیا باید با همین رژیم کار بکند و از اینجاست که من میگویم باید در جامعه بین‌المللی تا اونجا که مربوط به جمهوری اسلامی است توافق بیشتری به وجود آورد و این در قدرت امریکا هست، در قدرت بریتانیا هست، در قدرت کشورهای عربی همسایه ایران هست که یک فشار همزمان متحد بر این رژیم وارد بکنند، امید پیروزی رو از این رژیم در افغانستان، در عراق و در هر جای دیگر بگیرند. این تصور رو که اونها میتوانند به بمب اتمی دست پیدا کنند از اونها بگیرند و با وارد آوردن این فشارها و البته با پاداش دادن به اقدامات مثبتی که این رژیم احتمالاً باید انجام بدهد، باید ترکیب از اینها مانع بشوند که کار به مراحل بحرانی تری بکشد. ولی حل اختلافات میان امریکا و جمهوری اسلامی یا غرب و جمهوری اسلامی و یا کشورهای دیگر خاورمیانه اون آرزویی است. من فکر نمی‌کنم که تا وقتی این رژیم هست بشود از یک شرایط عادی چه در سیاست‌های درونی جمهوری اسلامی و چه در سیاست خارجی سخن گفت. رژیمی است که از بحران به بحران خواهد رفت و سکندری خواهد خورد تا از بین برود. این متأسفانه سرنوشت ایران است. سوال من درباره بازداشت‌هایی هست که در ایران انجام شده که یک نوع گروگانگیری، برخی‌ها گفتن گروگانگیری‌های به اصطلاح لرب شاید بشه گفت، مثل زندانی شدن خانم هاله اسفندیاری. Dr. Goodman, some people they say, I mean, we have two minutes, unfortunately. I mean, to send Mrs. Hala Esfandiari to prison, to jail in Iran, or don't let, I mean, an Iranian journalist, Nazi Azimov, to leave the country is a kind of soft hostage taking. Is it right? Well, I think that's right. من فکر کنم درسته. انگیزه رژیم روشن نیست. نکته قابل تأسف این نیست که تنها کاری که رژیم با دیگران میکنه اونه که رژیم با مردم خودش میکنه، ممنوع خروج کردن اونها، ارعاب اونها، بازداشت اونها، تهدید اونها. این نکته قابل تأسفه. ما یک نشانه‌های به دستمون اومده که روزنامه‌نگاران ما ممکنه یک شنبه در واقع مدارک سفر به دست بیارن و ما در این مورد خوشبینی احتیاط‌آمیز داریم و امیدواریم بتونه با خانواده‌اش از نوع تجدید دیدار بکنه. چرا رژیم ایران این کار رو میکنه؟ ضد تمام معیارهای بین‌المللی روشن است. Thank you, Dr. Goodman, for being with us in Voice of America. خوشحالم که اینجا بودم. خیلی متشکر هستیم آقای داریوش همایون در لس آنجلس. با شب بخیر به شما، عصر بخیر به شما در لس آنجلس. سپاس بسیار. به پایان برنامه میرسیم. برای شما روز و روزگار خوشی رو آرزو میکنیم در هر کجا که هستید، در ایران و فردایی بهتر با برآمدن خورشید از فراز البرز، زاگرس و اینانلو و کوهستان‌های دیگه ایران. شبی خوش در پیش داشته باشید تا روزی دیگر و روز بهتر دیگر. شب خوش.